واقعا در محفل خیر شرکت داریم، در محفلی که خدا برکت بده صاحب خانه ها را. اما برادرمون حاجی محمد جان ندیده ایم، نه که نمیدونم باری دویمه یا سیمه در محفل های خیر خانواده شرکت کرده استیم. خیلی آدم بزرگ و آدم پاک و آدم محب است که ببینه مقصد که اگر چنده در مهاجرت هست اما همین مسئله را رولید کرده و همین امر خیر زنده میداره و کارهای خیر میکنه. اگر با وجود همین بعد خوردن همین خیلی گوشت لذیذ ما همه خاموش باشیم و مثل شیطان اخرس بخیزه مجلس ترک کنیم، هم در حق صاحب خانه جور میشه و هم در حق خدمات. برای همین انشالله محفل خیر است. کاریای بسیار بزرگ و صاحب مرتبه و منزلت کاریای معروف و مشهور در محفل زیاد هستند. برای همین من سخن زیاد نمیکنم انشالله. قبل از او که نوبت به کاریا بتیم تبرکاً یک حدیثی گهرباری پیامبر صلی الله علیه و سلم انشالله برای حاضران تقدیم میکنیم، بعد انشالله اختیار دیگه در دست کاریا میبردم. حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نهایت دوستش می داشت. حقیقتا به دوستداری رابطه است. بسیار دیده درا بود، شیرین سخن بود، حتی هم مشرکا را احترامش میکردن، قدرش هم میدونستیم. به هر وجه صورت به هر راه و وسیله مسلمانان را سعی میکرد که ای چنگال مشرکا خلاص کنه. اگر چنده که اسلامش اندک تأخیر خطی غلطید، اما همین خیلی محبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت که در وقتی که محاصره اقتصادی کردن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و هاشمی‌ها را، عباس هم اگر چنده یکی از ثروتمندای قریش بود، تاجر کلام بود، در همین شعب ابو طالب برادرش رفت، همه مشقت‌ها را متحمل شد از همراه حضرت. حالت‌های شده است که جان مسلمان‌ها را خریده است. شخصیت با تخلص ابوذر معروف است در اسلام. ابوذر غفاریش میگن، از قبیله بنی غفار. بسیار یک مرد غیور و جسور و شاعر و بسیار مقصد که صاحب ذکاوت بوده است در هم قبیله خودش. وقتی که از بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم خبر شد، میگه به مدینه به مکه مکرمه اومد. مرد خدا عجیب انسان بوده است. گفت من همین سعی کنم که همین پیغمبر اول خوب و آموزمش به ایمان بیارم. میرفت از پیش خانه خدا در گوش میکرده است سخنهای پیغمبر، رفتار و کردارش از دور مشاهده میکرده است. جای خوب نداشته ای حضرت. میگه در همین یک گوشه‌ک شیشتگی حضرت علی ای پیشش میگذره کرم الله وجهه. میگه مثل که مسافر میتوی. میگه بله. جای خوب نداری؟ نه. بیا رفتی. میگه میارش 3 شبانه روز در خونه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به سر میبره، ولی نمیدونست است. بعد همون روزی سیم درد دل میکنه در پیش حضرت علی که من با قصد زیارت پیغمبر اومدم، قصد دارم که ایمان بیارم به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بعد میگه که آخه خانواده تو 3 روز شد 3 شب در خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم روز کردی. نزد حضرت میورش ایمان میوره با درجه دیگه همیتا سرشار از محبت است و قلبش لبریز ایمان هایی که طاقت نمیکنه. پیش خونه کعبه میآید و میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. قریش جرأت نمیکردن، مردم مکه جرأت نمیکردن. ای از هم یک قبیله دوردست بود، از قبیله بنی غفار اومد همین را گفت. دیگه او سرورای قریش گفتن که بزنینش، ای ابله کیه بزنینش. با درجه زدنش همین قریب بود که در زیر لغت مردم میمورد. که همین حضرت عباس پیدا شد خچه در بالاش پرتاکوه جاهیلا چکار میکنه؟ او ایرا میکشنش رای کاروان شما به همین قبیله بنی غفار میگذره. کارتونه میکنن یگان کاروان تو دیگه سالم رفته و آمده نمیتونه. مردم مکه مکرمه زندگیشون حساب تجارت بود.
در مکه زراعت نمیشود، در مکه مول پروری کردن نمیشود از بس که علف کمچینه. مردم مکه همه با تجارت زندگی میکنن. با گفتن همین عباس راست میگه. بردن یا 2 روز طبابتش کردن، با همین اندک جان گرفته، با خیست اومد پیش همون خونه کعبه، با کلمه شهادت با تمام آواز نعره زد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتن این دست بردار نیست، بزنینش. با میگم حضرت عباس جان شخری. و نهایت پیغمبر توصیهش داد، گفت در این جنب است که تو توقت نمیکنه. گفت میترسم که بر جانت خوف دارم. برای همون از این قبیلت هم قبیله های خطا دعوت که که انشالله که بشارت رسید که مسلمان ها سری قدرت اومدین با نظمون بیو. دیگه تو وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم هجرت نکرد، ابوذر غفاری در هم قبیله خودش بود. این سخن به او خاطر میگم که بفهمه که همین عباس اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی درجه و منزلت داره. حضرت از رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 سال کلام بود، اما بسیار زیرک، ذکی و با عقل و خیرت بود. در دار و ندوه قریش مصلحت میپرسیدن ای حضرت عباس. حضرت هم ذوقش میکرد، یا عماه میگفت، عمک جان، یا عباس، یا عماه، به حد دوستش میداشت. صحابه پیغمبر هم دوستش میداشتن. در زمان خلافت حضرت عمر یک اعرابی خیز گفت یا امیرالمؤمنین دعا که آخی زمینو همه خشک شده است، بارون نباریده است، آخی زندگی ما حسابی همون مال و حال مونای همش هلاک میشوند. و میگه حضرت عمر بالای منبر دبد، ای منبر فرو آمد، دستی عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه را گرفت، برداشت، گفت پروردگارا تا وقتی که حبیب محمد صلی الله علیه و سلم در بین منبت، حضرت صلی الله علیه و سلم دعا میکرده، به شرافت دعای پیغمبر مطلب استسقا میکرده. امروز حضرت در بین مونسته، اما امک نازنینش در بین مونه. پروردگار را گفت باران بفرست، مسلمان‌ها را نجات بده، بنده ها تا نجات بده از خشکسالی. چنان باران زد میگه که در کوچه‌های مدینه منوره حتی سیل رفت. این خیلی شخصیت عباس. حدیثش کمتر هستند. مثلا فرزندش عبدالله ابن عباس از جمله مکثرین در روایت حدیث است. 1660 حدیث روایت کرده. اما خود حضرت عباس یک مقداری کم روایت کرده است و بسیار حدیث های فراگیر و دامنه‌دار هستند. از جمله امام مسلم از حضرت عباس ابن عبدالمطلب حدیث را روایت میکند که میگوید از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت فرمود ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم رسولا. ببینید حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که کسی الله قبول داره، پر رضایت داره، تسلیم حکم پروردگار است و دین مبین اسلام قبول داره و بالای چشم سر میگذاره و پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم قبول دارد و پیرو محمد صلی الله علیه و سلم است، این طعم ایمان چشید است. ایمان به خودش لذت داره، طعم داره. انمی کسی که همین 3 خصلت داشته باشه انشالله او طعم ایمان چشید است. کسی طعم ایمان چشید تا روز قیامت دیگه او لذت ای دهنش نمیروه. انشالله همون چشیدنش سبب نجاتش، سبب وارد شدنش به جنت المأوا میگرده. ببینید ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا، کسی که همین خدا را قبول داره، تسلیم حکم پروردگار، او طعم ایمان چشیده است. سبحان الله. آخی کسی خدا را بشناسه امکان داره که خدا را قبول نداشته باشه و محبت خدا در قلبش جا نشوه. پروردگار مهربانه که نسبت بندهاش از مادر مشفقه به مراتب مشفق‌تر، رحم ترحمش بیشتر. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر باره که امام ابو داود روایت کرده است از حضرت سلمان فارسی تاکید کرده است. حضرت میفرماید این ربکم تبارک و تعالی حی کریم. ای مسلمانو، پروردگار بزرگ شما بسیار بخشنده، دست به خیر،
این ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یرده با صفر. پروردگار میگه از همین بنده شرم داشته است، همین مخلوقی را که خودش خلق کرده است شرم داره. میگه وقتی بنده دستش به امید به سوی درگاهش میبرداره از خدا طلب میکنه، خدا را میگه شرمش میآید که همون دستای خالی، دستای بنده را خالی و صفر بر بگردونه. وای به حال او بنده ای که عاشق خیلی پروردگار نشوه، وای به حال او بنده ای که شکرگزار نعمت های پروردگاری بزرگ نشوه، حقیقتا نامرد است نشوه. وای به حال او بنده ای که شکرگزار نعمت های پروردگاری بزرگ نشوه، حقیقتا نامرد است بنده. عجیبش همیه که همین که پروردگاری بزرگ داریم ای مخلوق طلب میکنیم، گردنمون را در پیش مخلوقا کج میکنیم. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. اگر طلب میکنی چیزی از خدا طلب کن، کمک هم که میخوای از خدای بزرگ کمک بخوا، از مخلوق چی میخوای؟ خدا رحمت کنه شیخ عطا میگه صوفی میرفت در بغداد زود، در میان راه آواز شنود. یا صوفی سحر که جای سفر داشته است ناخست ایقفا در گوشش آواز میرسه. آن یکی گفت انگبین دارم بسه میفروشم سخت ارزان کو کسی. یک اصل فروش بوده صاحب بچه اصل ارزان دویو ارزانک میفروشم گفته فیراد داره. بیچاره صوفی کش نبده اصلا میشنوه دهنش او میکشوید. شیخ صوفی گفت مردی صبور میدهی چیزی به هیجه؟ گفت دور تو مگر دیوانه ای بوالهوس؟ کس به هیجه کی ده چیزی به کس؟ میگه پیشش اومد گفت برادر اصل گفتی ذوقم کرد یگان لیشک میتیم پل ندارم. گفت تو سرت زدگی من ارزان گفتم مفت نگفتم، کی مفت میتد همی خیر؟ حاطفه گفتش که صوفی درای یک دکان زین سو که هستی برترای تا به هیج ما همه چیز دهیم ور دیگر خواهی بس نیزت دهیم. همین وقت میگه در گوشش آواز اومد که ای صوفی گرسخته ای کی طلب داری؟ ای اصل فروش در بین بازار ای خونه آباد ای بازار ببرو دروی مسجد بدرو از ما طلب که و هر چیزی که دلت میکشه میتیمد به هیچی، به یگان توقع، به یگان طمع، به خاطر خودت میتیمد. یا عبادی کلکم جایعون الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. ای بنده ها میگه الله شما همت گرسنه. ای مادر تولد شده خاک خوردگی نبوده تو همو چه نه؟ من طعام تو میتم از من طلب کنه او طعامه. گردن در پیش 100 مرد نامرد کج میکنیم، پیش پروردگار در کج نمیکنیم. ای خدا طلب کنیم که خدایا به مشکل ما آسان بگردان، خدایا بتیم پروردگار رو کمکم که قرض می طرفه شوه. هست دریاهای فضلش بیدریغ در بری آن جرمها چون اشک میغ. رحمت او بین که با پیغمبر در عتاب آمد برای کافره. این رحمت پروردگار را ببین، میگه پیغمبری محبوب و اولوالعزم خودش برای یک کافر عتاب کرد. حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار تو ندادی هیچ بار او را جواب. میگه در روایت اومده است اسرائیلی است، روایت اسرائیلیات. امام غزالی در احیاء العلومش آورده است که الله ذوالجلال میگه به حضرت موسی مراجعت کرد گفت استغاث بک عبادی فلم ترحمهم. بنده های من از تو کمک پرسیدن ای موسی تو رحم نکردی. و عزتی و جلالی لو دعونی لوجدونی قریبا مجیبا. قسم به عزت جلالم اگر همین به من مراجعت میکرد یا موسی نمیگفت یا الله میگفت البته که مشکلش آسان میکردم، البته نور ایمان قطع قلبش روشن میکردم. تو ندادی هیچ بار او را جواب. گر بزاری یک رحم کردی خطاب شاخ شرک از جان او برکندمه. خلعت دین بر سرش افکندمه. تو ندادی هیچ بار او را جواب. خاکسارش سر فرو دادی به خاک.
گر تو او را آفریده بودی در عذابش آرمیده بودی. یا موسی گفت اگر فرزند خودت میشید دلت نمیسوخت؟ سبحان الله. اون که بر بی رحمتان رحمت کند اهل رحمت رو ولی نعمت کند. آخه مسلمانی که بنده خدا هست خدا را میشناسه و در تمام مشکلاتش به خدا توجه میکنه با معبودیت پروردگار راضی است صد فایزه، آیا خداوند او را به رزق روزی میگذاره؟ آیا او را به کمک میگذاره؟ به خدا قسم هرگز او را تنهاش نمیگذاره. احفظ الله یحفظ که، خدا را حفظ کن خداوند حفظت میکنه. احفظ الله تجده تجاهت، الله تا حفظ کن انشالله در هر کجای برای وحشی پروردگار را در همجا مشاهده میکنی، کمک خدا برات میرسه، رزق پروردگار برات میرسه. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا. پروردگاری بزرگ همین خدا کنه که پدرو برای فرزنداشو تعلیم بتن که الله چی ذاتی بزرگای. خدا کنه که استادا به طریق باید و شاید شاگردا را تعلیم بتن. خدا کنه که اماما قوما را تعلیم بتن. پروردگاری بزرگ احتیاج به رکلام نداره. همین که بدن ذاتی پروردگار برای بندهاش معرفی که بخوای نخوای عاشقی زار میشوند. سبحان الله. حدیث متفق علیه است، حدیث قدسی، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیث از خدا کرده است که میگه پروردگار متعال گفت انا عند ظن عبدی بی و انا معه اذا ذکرنی. هر وقت که بنده در حق من گمان میکنه من هم در نزدیکیش هستم، در نزدیکی هم گمانش هستم، با بنده بسیار نزدیک هستم. هر وقت یاد میکنه من همراه شم. فاذا ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی. وقتی همین بنده میگه در خلوت در تنهایی ذکری مرا میکنه و یادی مرا میکنه، من هم در خلوت میگه یادی همون بنده را میکنم. فاذا ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم. اگر بنده میگه در یک محفل یک مجلس یادی مرا کرد ذکری مرا کرد، و میگه در نزد ملائک مقرب کسایی که از مجلس اونا را مجلسشو خیلی بهتر و خوبتر است ذکر یادی همون بنده را میکنم. حتی در روایت اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این الله یباحی بکم الملائکه، خداوند در پیش ملائکه ها با شما افتخار میکنه ای بنده هایی که یاد خدا میکنه و ذکر الله میکنه. و اذا تقرب الی بشبر تقربت الیه ذراعا. اگر بنده میگه به سوی من همین یک وجب نزدیک شوه، من یک ذراع یک گز نزدیک میشم به او بنده. رحمت من، مغفرت من، عطای من یک گز نزدیک میشوه. و این تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باعا. اگر میگه همین یک گز نزدیک شوه یک قلاش نزدیک میشم به او بنده. و این آتانی یمشی آتیته هرولتا. بنده اگر به سوی من حرکت کرده بیاید رحمتی من به سوی او بنده میتازه، شتابان میرود در آغوش میگیرش. الله اکبر. این ایخی پروردگار های ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هرچی گفته اند و شنیدیم خونده ایم. مجلس تمام گشت به آخر رسید عمر، ما همچنان در اولی فضلی تو مانده ایم، ما همچنان در اولی وصفی تو مانده ایم. تا سحر اگر گپ زنیم به خدا قسم ای هزار یک وصفی پروردگار را کرده نمیتونیم. پس کسی که همین خدای بزرگ شناخت است تسلیم حکم پروردگار لذت ایمان چشید است و بالاسلام دینم لذت ایمان هم چشه کسی که دین مبین اسلام قبول داره، پیروی دین مبین اسلام های، دین پاک منظر، دینی که از بوی خشش جهان هم معطر گردونده است، دینی که امروز میبینی شخصهای بزرگ عالما متفکرها با خلاصه اومدن که بزرگتر از این دیگه انسانیت قوله نداره. همین لیف تالستوی بزرگترین نویسنده روسای тария میگه که предел совершенства совершенного человека является ислам. بلندترین قله تمدن انسانیت
انا می دینی مبین اسلام ای ای بالا دیگه نمیشود. انا خدای بزرگ انا همین دین نازنین برای ما و شما را عطا کرده است. افسوس صد افسوس که به قدرش نمیرسیم. با خدا قسم به قدرش نمیرسیم. او برای چیزی که مفت اومد دیگه به قدرش نمیرسه آدم. قدر دین از بهر آن نشناختی کس پدر میراث مفتش یافتی. مرد میراثی چی داند قدر بال رستم جان کند و مجان یافت زال. و ایلا اگر مهنت میکردیم مشقت میکشیدیم دین ها را با هم دیگر قیاس میکردیم عند الله الاسلام بیشک دین برحق دین حق نزد پروردگار دین اسلام است. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. هر کسی نباشه غیر اسلام دین دیگر را قبول کنه، اسلام اگر قبول نداشته باشه هیچ دین هیچ حرکت هیچ جریانی از او پذیرفته نمیشود و فردا روز قیامت از زمره خاسرین یعنی اهل دوزخ حشر میشود. همین دین به همین بزرگی به همین مرتبهش. ببینه امروز در دنیا خیال میکنیم مثلا مردم کمبغل ترین مسلمان ها خیلی حالشو بده، در همه جا سرشو تضییق فشار. جهود اگر چنده که دنیا را مسخر کرده است 70% بانکوفسکی سیستم جهانی در دستشون است. تمام جواهرات دنیا را جمع کردن گرفتن، همه جا روشنسیا کمند داد میکنن. از همین دین میترسن. سبب ترسشون میدونه چیه؟ از همین عقیده اسلام میترسن، از پاکی این دین میترسن. میدونن که این دین دینی هست که او اینا یک خطا نداشته باشه. این دینی پروردگاره. این قرآن هست که در مدت 1400 سال یک حرفش عوض شدگی نیست. برای ما هر قدر سعی میکنن هر قدر جان میکنن مرادش حاصل نمیشود. این همین شب خواب حلال ندارن، دائم نقشه کشی. چیکار کنیم که مسلمانان را به هم جنگ بدوزیم؟ چیکار کنیم که در بین مسلمانان یا فتنه بدوزیم؟ به خاطر اون که این دین دینی حق یا دینی پاک. شخصیت مثل برنارد شو کسایی نمیشناسنش، این یک نویسنده و دراماتورگ معروف انگلیسی است. خیال میکنم که جایزه نوبلی را هم گرفتگی در هم زمان خودش. میگه امروز انسانیت در عصر 20 این شخصیت در عصر 20 زندگی میکرد. امروز در توپیک قلتیدگیان، علاقه در یک بنبست گرفتار شدگیان، نمیدونن چیکار کنن. هر روز یک جو جنگ آدم کشی، انسان با انسان مقصد سازگار نیست، دولت با دولت سازگار نیست. خلات نیوینه و خاک بلا و همین کارا هستن که تو حاضر هستن میدونیم همون. یگان گوشه دنیا نیست که در اونجا جنگ جوش نباشه، ظلمت نباشه. با وجود آن که اینقدر سازمان های بین المللی فعالیت دارن، از همین سازمان ملل متحد سر کرده به دیگرش، اما هیچ کاری دستشو ساخته نیست. میگه اگر شخصیت مثل محمد صلی الله علیه و سلم بروز کنه دیگه میگه یگان سازمان در کار نیست. همین به تنهایی خودش انشالله تمام نظام جهان تنظیم میکنه، تمام ظلم ظالمی را ای سری بندگان خدا دور میکنه. ببینه این مسلمان نیست که بگن که این فناتیکه یا به همون فناتیزم خودش گپ زده است. این برنارد شو اصلا نصرانی بود، از انگلیا ای آدم اروپایی ای. اما همه آدمایی که حقیقت جستجو میکنن حق میگن خیلی جوان مردن آخه، اما کسای مردی دارن حقیقت آشکار میکنن. این دین نمی خیلی دینی بزرگه که خدای تعالی برای ما و شما را داده است. مسلمان هیچی نداره و هیچی نداره. این را ببینه ماشینای یپونسکی تتسا میکنه، اما وقت یپون هم میبینی یپونیت در پیش یک بودا رفته تعظیم کرده است، ای سرش میمونه خندت میگیره که دیوانه ای سرش داده یه چی. او یک هیکلی که خودش خچه شفاعت کردن نمیتونه او را چی میره در پیشش تعظیم میکنی؟ اونا خود خدای بزرگ نازنین موندگی در پیش هیکل برای سجده کنی. سبحان الله. انا کسی که عربی بزرگی این دین حس کرد، همین دین قبول داشت، موافق احکام این دین عمل کرد، لذت ایمان چشیده است. و به محمد صلی الله علیه و سلم و رسوله لذت ایمان چشیده است کسی که پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم قبول دارد، تابع محمد صلی الله علیه و سلم است، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده می دارد،
سعی میکنه تمام محفل معرکه‌اش طبق دستور آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگزار گردد. تاریخ پیغمبرش میآموزه و میخونه. به خدا عیبه، بسیار عیبه. حقیقتا امروز یک ارتیست بیوگرافیاش از بیوگرافیای پیغمبر خود بیشتر میدونن مسلمان زاده ها، فرزندان مسلمان. حالا که این شخصیت بزرگترین تاریخ است، بزرگترین پیغمبر خدا است، بزرگترین شخصیت است، بزرگترین آفریده الله است. اولیا کتاب است المفند علی المفند، المهند علی المفند، که در اوجا اصلا همه علمای دیوبند، دارالعلوم دیوبند که مدت‌های طولانی مرکز حنفی های جهان محسوب میشده، آلی رم گمان میکنه میشوه. در اموجا با سوال های مردم غیر که بعضی تهمت ها براشون میزدن، حتی بعضی ها شرم نداشتن با سلفیت گناهگارشون میکردن، با وهابیت جواب گفتگیان. از جمله همین سوال اومده است که بزرگترین مکان که خدای تعالی خلق کرده است کجا است؟ در جواب میگن بزرگترین بقعه و مکانی که الله خلق کرده است روضه شریفه پیامبر صلی الله علیه و سلم است در مدینه منوره. زیرا بزرگترین شخصیتی که خداوند آفریده استش در آنجا پهلو زده خوبه، یعنی منزلت درجه روضه شریف پیامبر صلی الله علیه و سلم از کعبه بالای، از عرش بالای، ای کرسی بالای. اینا ببینه خیلی پیغمبر سبحان الله. هست آدم جاهیله که وقتی میشناسش عاشقش نشوه، پیروش نشوه، تابعش نشوه. هر کسی که پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداره هیچ وقت نجات نمییابه. یک چند روز پیشم تری از سوال شد که یک کس میگفته است که من خدا را قبول دارم اما نعوذ بالله پیغمبر را قبول ندارم. گفتم بگوش که او مرتده. مرتد مسلمانی را میگن که از دینش گشت است، او دیگر نه نصرانیش گفته میشه و نه دهری. و مرتد حکمش به نهایت سخت بی‌زیبه، اون مرتده. چه جای مسلمانی بدبخته که از دینش گشت است؟ فرق نداره نصرانی است، یهودی است، هر کسی نباشه، پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشه او کافره، او اهل دوزخ است. در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت اومده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به الله که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار. قسم به الله گفت هر کسی که نام مرا میشنوه، از شریعت من واقف و آگاه میشوه، پیش از آن که به من ایمان بیاره از دنیا میروه، این شخص اهل دوزخ است، از اصحاب دوزخ است. حدیث امام مسلم در صحیح ترین کتاب در پهلوی صحیح بخاری بعد قرآن عظیم شان ذکرش کرده است. این سبحان الله. پیامبر برای مسلمانان ای جانش عزیزه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، محمد صلی الله علیه و سلم از جانهاش برای مسلمانان عزیزتر است. میشه بگویی که نعوذ بالله من قبول ندارم؟ کسی قبول نداره اون مسلمان نیست، جای شکش هم نیست. کسی پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست نداره ایمانش کامل نیست. کسی رسالت پیامبر قبول نداشته باشه از کافرها در کافرتر است. شکرانه نعمت خدا را کنیم. یک پیشوای داریم که فردا روز قیامت تمام بنی بشر گردن کشقتی پیشش بیاین که یا محمد صلی الله علیه و سلم انت حبیب الله، ای حبیب دلها، ای محمد خدای تعالی تو را حبیبت گفتگیه، اشفع لنا الی ربک، از پروردگار طلب شفاعت ما را کن، حال ما به نهایت بده. الا ترى الی ما نحن فیه، نمیبینیم حال ما را، از شدت گرمی را دیگر نفس همو گرفته است، بعضی ها در عرق خودشو غرق شده است. ببینه یکم پیغمبر به عهده نگرفت در روزی که همه از خوف و غضب پروردگار میلرزند، حضرت صلی الله علیه و سلم رفت طلب شفاعت از ما کرد.
برای تمام بنی بشر. همین پیامبری بزرگ محبوب آخی پیشوای ما هست، پیشوا مونای. بعد که خداوند شفاعت از ما قبول کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم سرش در سجده بود، گفت یا حبیبی یا محمد صلی الله علیه و سلم ارفع رأسک، ای حبیبی من، ای محمد. بعد که خداوند شفاعت از ما قبول کرد، حضرت صلی الله علیه و سلم سرش در سجده بود، گفت یا حبیبی یا محمد صلی الله علیه و سلم ارفع رأسک، ای حبیبی من، ای محمد صلی الله علیه و سلم. سر تا بردار، امروز روزی سربلندی تای، روزی افتخاری تای. سل تعطى واشفع تشفع. هر چی میخوایی طلب کن، هر کسی را شفاعتش میخوایی طلب کن. من هر کسی را که تو طلب شفاعتش کنی، شفاعتی را قبول دارم. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که فارفع رأسی فاقول امتی یا ربی، امتی یا ربی. سر میگه ای سجده می بردارم و پیش خدا التجا میکنم که خدایا شفاعتی اومد، من از تو طلب دارم. گفت پیغمبر که روزی رستخیز کی گذارم امتم را اشکریز. من شفیع مؤمنین باشم بجان، تا رهانمشان ز اشکنجه گران. همین خیلی پیغمبرم میشود که آدم دوست نداره. قسم به الله اگر به شرطی که از جانمو بیشتر دوستش نداریم، از پدر و مادرمو بیشتر دوست نداریم، ایمان مکمل نمیشود. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. مهر حتما پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش گذاشته است که حضرت میگه تا زمانی که برا از پدر و مادر تو، از فرزندات تو، از تمام بنی بشر بیشتر دوست نداره، ایمان تو کامل نمیشود. پس خوشا به حال کسی که پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم رسالت این بزرگوار قبول داره و دوستش میداره و با جان و دل برابر، حتی از جان شیرینش بیشتر دوستش میداره، که انشاءالله فرد روز قیامت از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم برخوردار میگرده. انشاءالله فرد روز قیامت به دیدار بی‌مثال الله میرسه. اینا ببینید، هر کسی میخواد که حلاوت ایمان بچشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم شرطا را گذاشته است. پروردگار را قبول داشته باشی، تسلیم حکم الله باشی، دین مبین اسلام را قبول داشته باشی، موافق احکام شریعت اسلام عمل کنی، محمد صلی الله علیه و سلم قبول داشته باشی، دوستش بداری، با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم خودت که زینت دادی، با یقین بدان که تو حلاوت ایمان چشیدی. حلاوت ایمان که چشیدی، با یقین بدان که انشاءالله ای حوض کوثر رسول الله صلی الله علیه و سلم سیرابت میکنه. از حوض کوثر که سیراب شدی، با یقین بدان که انشاءالله تو جنت المأوا میری. خدای تعالی که وارد جنتت کرد، هیچ جای شک شبهه نیست که با دیدار به مثال پروردگار مشرف میشه. خداوندی بزرگ محفل مون مبارک بگردونه، خدای عزیزارم به این خاندان مبارک بسازه. پروردگار حاج محمد جان که در ملک روسیه به دست از جمعی بلا و گزنده حفظ کنه، سالم تندرست نگهش بدار. خداوند با هم که سالم سربلند غانم با وطن برگشتن براش نصیب روزی بساز. پروردگار برادرمون علی اکبر جان پیروی پدر بگردون، خداوند غیرت همتش بده. واقعا شیر مردا همه از شیر بچه میشه، واقعی عادتا فرزند اما مثل پدرش است، هر کسی نباشه. خدایا در خاندانش، در خاندان مهمانانش در این محله و دیار فیض برکات خیرات خیش رو نازل فرما. پروردگار رو مسلمان زیستن، مسلمان مردن، با چشیدن لذت ایمان از دنیا رفتن و فردا روز قیامت در زیر لوای محمدی صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برامون نصیب و روزی گردان. آمین یا رب العالمین.